بانک ملی تاجیکستان خواستار مجازات صرافان و کارمندان بانک‌های شده است که به ادعای اینها در بالا رفتن قرب دلار دست دارند. یک منبع از بانک ملی 14 دکبر به آزادی گفت که در حال حاضر این رویخط 38 نفر را در بر میگیرد. این فهرست در پی سنجش‌های دادستانی و آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان ترتیب داده شده است. اینها به کارمندان نقطه‌های مبادله اسعاری آریان بانک، تاجیک صادرات بانک، تاج بانک، انگریویس بانک، صاحبکار بانک و تشکیلات قرضه خردی وصلت بودند. افزود منبع بانک ملی تاجیکستان به این بانک‌ها و تشکیلات قرضه توصیه داده است که کارمندان خود را جزا دهند و حتی از کار برانند. به قبل مصاحب ما در جریان تفتیش معلوم شده است که در فعالیت این گروه از کارمندان نقطه‌های مبادله اسعاری بانک‌ها حالت موجود نبودن دفتری ثبت خرید و فروش اسعار، خودسرانه معین نمودن قرب خرید و فروش اسعار، نبودن کتابی به قیدگیری سنجش‌های سریداره بانک، جای داشتن فرق بین قربنامه و فرمایش سریداره مشاهده شدند. روز 12 دکبر حدود 60 تن از صرافان نقطه‌های مبادله اسعار در دوشنبه به نزد مسئولان بانک ملی تاجیکستان رفته مشکلات خود را در میان گذاشتند. این صرافان میگویند که بسته‌شوی نقطه‌های مبادله اسعار به کار و زندگی آنها تاثیر رسانده و افراد زیادی که نانآوران خانواده‌هایشان میباشند به جای کار مانده‌اند. به گفته آنها حالا حدود 3000 نفر از حساب همین فعالیت زندگی و به حساب میانه 50,000 نفر نان میخورند.